درود و سلام. فیض غلامی هستم. میریم سراغ ادامه کارمان. در این مرحله من میخوام جلوی کارمون رو بخیه بزنم. جلوی کار بخیه بزنم آماده زیگزال بشه. باید پایین دامنش باید زیگزال بخوره. دوستان جلوی کار رو که بخیه میزنین با دقت انجام بدین. با دقت سرقایمش رو زدین، نگه دارین قشنگ با دستتون از پشتش بکشین. یه خورده نکشی ممکنه مثلا جمع کنه. حالا بعضی پارچه ها جمع میکنه، بعضی پارچه ها جمع نکنه، ولی پیشنهاد من اینه از پشتش حتما بکشید. این بخیه کار بخیه زدم، این برشم میزنم. یه ذره از پشتش بکشین خوب. این یکیش. نیا کنید یه توضیح بدم من اینجا. اینو حتما دقت کنید چرختان زیر نزنه. نخ تنظیم نخ چرختان باید درست باشه، چون زیرش میشه نمای کار. دوستان یه سابسکرایب بکنید. سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، لایک بزن، کامنت حتما بنویس، نظراتتون حتما بنویسین برام تا بتونین ادامه آموزش ما رو ببینید. هر سوالی داشتین حتما بنویسین، تو کامنت ها بنویسین، حتما جواب میدم. دوستان پیشای کارمون رو بخیه زدیم. حالا نوبت رس به یقه های ما آماده میکنیم. یقه ها رو آماده میکنیم، از وسط تا میکنیم، چرت میزنیم. اینجا خیلی مهمه، اینجا رو خیلی دقت کنید. یقه خیلی مهمه. یقه اگه درست دوخته نشه کج وای میسته، کارتون با مشکل میخوره. یقه رو حتما چرت بزنین. چرت بزنین. نگاه اینجا هلالیه. اینجا یه هلالی داره، این برش صافه. ما به سمت هلالی یقه‌مون می‌کشیم. یقه هم چرت زدیم، پای یقه هم چرت زدیم. چرت روی چرت میذاریم. اینجا یه بخیه نازک میزنیم، نیم پایه کمتر.
اینجا یه زیر یه نمه باید بکشی با دست نگه داری که خورد نخوره. مثلا اینجوری خورد نخوره، صاف بیاد. بعد این یکی که لبش یه سان تا کرده بودیم، یه سان تا کردیم. اینم واسه چه چرت میزنیم، اینم واسه چه چرت میزنیم، میذاریم چرت و روی چرت، چرت روی چرت میزنیم. حالا یه به خاطر اینا اتو خورده کم و زیاد میشه دیگه، کم و زیادش باید آرایش کنیم. کم و زیادش باید آرایش کنیم دیگه، کارش نمیشه بکنیم. این پارچه ها ذاتش همینه، اتو بخوره یکیش بیشتر جمع میکنه یکیش کمتر جمع میکنه. این مجبور میشیم کارمون رو آرایش کنیم، جلوی دستمون درستش کنیم. اینجا رو حتما آرایش کنین، آرایش کنین نازک بشه، مثلا یقهتون قشنگ اینجاش قشنگ در بیاد. حالا یه چیز دیگه، اینجا رو حتما اندازه بزنید که دوتاش اندازه همدیگه در بیاد. برگردون میکنیم. آره اینجا یه خورده خراب شده. مهم کار اینجاست، این یقه رو بتونی درست کنی، بقیهش زیاد سخت نیست. مهم همین یقه. اینجا اینو برگردون کردی، اینجا رو حتما اندازه بزنی، این دوتا رو باید اندازه بزنی که اندازه هم باشه، این یکیش کوچیک یکیش بزرگ نباشه. اینجا یه نش بزنی، نگاه کن قشنگ، نگاه کن. نگاه، از اینجا تا اینجا رو نش زدم دیگه، اینجا نیومدم، اینجا زیاد ناجور میشه، اینجا رو نباید نش بزنی. بعد میذاری قشنگ یه نیم پایه میذاری، نیم پایه یعنی نیم سان، بقیه‌شو آرایش میکنی. اینو اگه آرایش نکنی تو دخت اذیت میکنی. اینو آرایش کردی، این دوتا رو با هم دیگه اندازه میزنی، یه چرت اینجا وسطش میزنی، یک. این همون به همون روال. دقت کن دقت کن دقت کن قشنگ دقت کن. سمت هلالیش یه چرت میزنی، خود یقه این دوتا رو اندازه میزنی، کوتاه بلند نباشه، مساوی هم دیگه باشه. وسط یقه هم یه چرت میزنی، دوباره چرت میذاری روی چرت. هر جا رسید از همونجا شروع. گفتم این زیر حتما دست نگه داره، یه خورده نگه داره که خورد نخوره، وگرنه دو سر یقه کوتاه بلند میشه. نگاه. بعد این یکی که اصلا تا کردی، اینم حتما دقت کن. چرت میزنی، دوباره همون چرت رو میذاری روی چرت. حتما این کارو بکنی، این کارو نکنین کارتون اشتباه میشه، دو سر یقهتون کوتاه بلند میشه. حتما چرت رو بزنید. این چرت موقع بریش نمیشه بزنی، موقع بریش بخوای بزنی زمان لایی میچسبونی، کار خودش رو جمع میکنه، کوتاه بلند میشه، اصلا بی فایده است، فایده هم نداره موقع بریش بخوای چرت بزنی. چرت باید الان خود خیاط بزنه. اینجا رو دقت کنین، سر یه خورده سرقایی میتونم فشار بده بگیرین، یه خورده درجه ریز دوخته بشه خیلی بهتره، چون اینجاش نازک میشه پاره نشه کارتون. خب اندازه است.
بعد همونو نش میزنین. نش زدیم. اینم زیاد آرایش نمیخواد، حالا یه خورده این سرش آرایش میخواد، تمام دیگه اندازه است. فقط چرته رو بزنین تمام. این چرت هم که میزنیم بهت میگم که آقا چه کاربردی داره. این یکی رو میدوزم، حتما دقت کنید. این یکی رو میدوزم. حالا این ویدیو یه خورده طولانی میشه، حالا مطمئن شیم که بهتر متوجه شیم. چرت زدیم، اینم چرت میزنیم. این درز اولی رو حتما نازک بگیرین دوستان، حتما. درز دومی رو که گرفتین یه ذره پنتر بگیرین که دخت دادن از روی راسته کار دیگه دیده نشه. چرت روی چرت. همونطور که گفتم اینجا رو یه خورده درجه ریز بگیرین. این سر یقه رو هم جای هلالی رو یه ذره درجه ریز بگیرین. یه زیر حتما یه خورده بکشین با دستم که کارتون خورد نخوره. دوستان نیش هم که میزنین حتما از روی راسته کار بزنین. از اینجایی که این کیتا شده از روی این از لب این نیش بزنین، از اون ور نزنین. از اون ور بزنین خراب میشه، چون اون بر ممکنه یه خورده این ور اون ور بشه، تمیز نمیده. از روی راسته کار بزنین که مثلا یقهتون تمیز بید. اینم از اینم که آرایش زیاد نمیخواد دیگه. اینم از این یقه. یقای ما آماده شد. حالا دو تاش مونده، چون ویدیو طولانی میشه این دوتا رو من بعدا میدوزم، میریم سراغ بقیه کاراش.